بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان محترم، هموطنان گرامی، سلام، صبح شما بخیر باشه. به خبرهای بورس خوش آمدید. تالار شیشه‌ای معاملات روز سه‌شنبه را نزولی به پایان رساند و ارزش معاملات خرد به سطح کمتر از 2000 میلیارد تومان رسید. معاملات بازار سرمایه برای چهارمین روز متوالی در دامنه نوسان مثبت و منفی 1% دنبال شد و شاخص‌های تالار شیشه‌ای باز هم نزولی شدند. در این روز تنها 13% از نمادهای بازار مثبت بودند و در مقایسه با دو روز معاملاتی گذشته تعداد نمادهای منفی بیشتری در بازار سرمایه داشتیم. شاخص کل با کاهش 8222 واحدی بازدهی منفی 39% را به ثبت رساند و در محدوده 2,123,000 واحد قرار گرفت. شاخص هموزن نیز با کاهش 953 واحدی معادل 0.4% در محدوده 701,880 واحد ایستاد. در معاملات روز سه‌شنبه 5 میلیارد و 800 میلیون سهام و اوراق مالی در 105,000 نوبت به ارزشی بالغ بر 3830 میلیارد تومان داد و ستد شد. ارزش معاملات خرد نیز به 1808 میلیارد تومان رسید که کاهش 40% را در مقایسه با روز معاملاتی قبل نشان می‌دهد. نمادهای فامیلی، فولاد، فارس و به ملت بیشترین اثر را در کاهش شاخص کل داشتند و نمادهای کچاد، کرماشا، شخارک و فاسمین مانع از کاهش بیشتر شاخص کل شدند. روز سه‌شنبه خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی منفی شد و 553 میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سهام خارج شد. بیشترین خروج پول حقیقی از گروه‌های صندوق‌های سهامی، محصولات شیمیایی و فلزات اساسی صورت گرفت و بیشترین ورود پول حقیقی به گروه‌های ماشین‌آلات و تجهیزات، سایر معادن و کان‌های غیر فلزی اختصاص داشت. وضعیت نمادهای تالار شیشه‌ای نیز حکایت از آن داشت که 676 نماد مثبت و 104 نماد منفی بود. همچنین 48 نماد با صف خرید و 558 نماد با صف فروش مواجه شد. مجموع ارزش صف‌های خرید 152 میلیارد تومان و مجموع ارزش صف‌های فروش 2300 میلیارد تومان اعلام شد. غزاله عربگل، خبرگزاری صدا و سیما. از افزایش سرمایه تا توقف برخی نمادها و افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه الف برخی نمادها در بسته کدال روی خط خبر. گزارش توجیهی هیئت مدیره به منظور پیشنهاد افزایش سرمایه نماد تپسی از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی که به تصویب هیئت مدیره رسید برای اظهار نظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شد. افزایش سرمایه نمادهای که صدف و شکام از محل سود انباشته مورد تایید حسابرس قرار گرفت. جلسه مجمع عمومی نمادهای شپاکسا 22 مهر و خوارزم 26 مهر برگزار می شود. نمادهای شپولی، هریل، نیان و آلومینا برای برگزاری مجمع عمومی سالیانه در پایان معاملات 10 مهر متوقف شدند. نمادهای خزامیا، وثاق و فملی با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب با محدودیت نوسان قیمت معامله شدند. نماد معاملاتی خپویش با توجه به تنفس مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده به منظور انتخاب اعضای هیئت مدیره در پایان معاملات 10 مهر متوقف شد. نمادهای معاملاتی زملارد و فروی پس از افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه ب با محدودیت دامنه نوسان قیمت معامله شدند. زهره دانشمندی، خبرگزاری صدا و سیما. حدود 488,800 تن محصول به ارزش تقریبی 10,380 میلیارد تومان سه‌شنبه در بورس کالا معامله شد. در تالار محصولات صنعتی و معدنی حدود 25,180 تن انواع کالا به فروش رسید. حجم معاملات در تالار سیمان نیز به 112,550 تن رسید. تالار پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی هم معامله حدود 70,000 تن مواد پلیمری و شیمیایی را تجربه کرد. در تالار حراج باز حدود 90,000 تن کالا و در تالار صادراتی نیز 187,690 تن انواع محصول معامله شد. از واریز سود سهامداران تا ارزش روزانه دارندگان سبدهای مختلف سهام عدالت در بسته 60 ثانیه‌ای سهام عدالت.
معامله 8% سهام سبد عدالت در محدوده مثبت. در 9 مهر از 36 سهم موجود در سبد عدالت 33 نماد هم مسیر با روند کاهشی بورس در محدوده منفی و 3 نماد دیگر در محدوده مثبت معامله شدند. با این روند معاملاتی سهام سبد عدالت ارزش سبد سهامداران 490,000 تومانی به 6,743,000 تومان، سبد سهامداران 530,000 تومانی به 7,317,000 تومان و سبد سهامداران 1,000,000 تومانی هم به 14,634,000 تومان رسید. به گزارش شرکت سپرده‌گذاری مرکزی از ابتدای سال تا هفته اول مهر 47,185 میلیارد تومان سود جاری، سنواتی و حق تقدم به حساب سه‌جامی بیش از 33 میلیون نفر از سهامداران واریز شده. مریم فدایی، خبرگزاری صدا و سیما. بورس با سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس. این خبر و بیشتر در بسته امروز اخبار بهابازار. فتح‌الله توسلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس. این کمیسیون آمادگی خود را برای حل مشکلات مربوط به برگزاری مجامع استانی سهام عدالت و واگذاری سهام عدالت به جاماندگان برابر اصل 44 قانون اساسی اعلام می‌کند. حجت الله سیدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، مذاکره با سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس برای تعامل به نفع بازار سرمایه در حال انجام است. پایگاه خبری بازار سرمایه ایران سنا، ارزش کل معاملات ثبت شده بورس انرژی در نیمه نخست امسال از 137,000 میلیارد تومان فراتر رفت که در مقایسه با دوره مشابه قبل جهشی 94% داشت. وزارت نیرو، وزیر نیرو دستورالعمل اعمال و تسویه گواهی صرفه‌جویی انرژی برق محقق شده در بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست را ابلاغ کرده. محمد رضا بهرامند، رئیس خانه معدن ایران، بورس‌های مواد معدنی نقش مهمی در فعالیت‌های معدنی دارند. این بورس‌ها بستری را فراهم می‌کنند تا معاملات مربوط به مواد معدنی انجام و قیمت‌ها تعیین شود. احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان. انجمن خودروسازان از عرضه دوباره خودرو در بورس کالا حمایت می‌کند. عرضه خودرو در بازار سرمایه هم به نفع مصرف کنندگان و هم به سود خودروسازان است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. متشکرم از همراهیتون.